بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت تمامی دوستداران سئو و علاقه‌مندان و طرفداران وبسایت دیجی سئو. من در خدمتتون هستم. امروز می‌خوایم آموزش یک افزونه قدرتمند تحت یک سیستم مدیریت محتوای خیلی قدرتمند رو بهتون آموزش بدم. همونطور که می‌دونید وبسایت دیجی سئو در حال برگزاری یک سری دوره‌های آموزشی جامع و کامله که یکی از این دوره‌ها دوره طراحی وبسایت به صورت پکیجی از 0 تا 100 هستش که در این صفحه می‌تونید تمام اطلاعات مربوط بهش رو کاملا مشاهده کنید. از این طریق هم لینکش قابل رویت و صفحه اصلی وجود داره. اما توی این دوره که قرار سیستم مدیریت محتوای وردپرس بحث بشه در موردش و آموزش داده بشه، ما قصد داریم یک آموزشی در همین راستا بهتون داده باشیم. اینکه سیستم مدیریت محتوا چی هستن و کدومشون بهتر هستن همش داخل دوره توضیح داده خواهد شد. اما وردپرس خودش یکی از قدرتمندترین، ایمن‌ترین و کاربردی‌ترین در عین حال ساده و زیباترین سیستم مدیریت محتوا است که 53% از وب دنیا که از سیستم مدیریت محتوای رایگان و آماده استفاده میکنن رو تشکیل میده. ما در این قسمت میخوایم به بررسی یک افزونه یا پلاگین در زمینه سئو بپردازیم. این قسمت که میبینید صفحه پنل مدیریت وردپرس هستش که به صورت کامل تو دوره میپردازیم و تمام بخشش رو توضیح میدیم چجوری اضافه کنیم، بخشش استفاده کنیم و مدیریت کنیم. ما در این قسمت قصد داریم روی افزونه‌های سئو کار کنیم. اینکه افزونه چی هست یا چه کاری انجام میده همه رو توضیح خواهم داد. فقط من توضیح اجمالی بدم. افزونه یه ماژول یا یه سری کدها فایلایی هستن که اجرایی و به سایت شما اپند میشن، اضافه میشن که قبلا نوشته شدن و یه سری کارا برای شما انجام میده. خب ما توی اینجا میخوایم سئو کار کنیم. توی وردپرس دو تا افزونه خیلی معروف و قدرتمندی که وجود دارن، یکی افزونه آل این وان سئو هستش، آل این وان سئو وی پی پلاگین، و یکی هم افزونه وردپرس سئو با یاست هستش. بررسی این که این دوتا کدومشون قدرتمند هستن خیلی تو اینترنت انجام شده و اطلاعات زیادی در موردش هست. چیزی که ما ازش برداشت کردیم و به نتیجه رسیدیم اینکه افزونه آل سئو افزونه ساده‌تری، امکانات کمتری بهتون میده و برای کاربران که سریع میخوان چیزی رو تا حدودی بهینه‌اش کنن و سادگی کار براشون مهمه از این افزونه استفاده میکنن. اما افزونه‌ای که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم افزونه وردپرس با یاست هستش که میتونید با نوشتن عبارت وردپرس سئو وی پی پلاگین در گوگل به این صفحه بیاید و در اولین لینک رو باز کنید. همونطور که می‌بینید این صفحه باز میشه در سایت wordpress.org. قسمت پلاگین وردپرس سئو هستش. این پلاگین باز میشه صفحش که تمام توضیحات مربوط به اون هستش. این جلسه قراره همونطور که میدونید این آموزش قراره چند بخش تقسیم بشه، چون این افزونه و افزونه‌های دیگه که قرار آموزش داده بشه خیلی افزونه پرکاربرد و بسیار جامع هستن و یه عالمه موارد توضیحی دارن که نمیشه توی فیلم آموزشی توضیح داد و حجم فیلم بالا میره. اما بریم سراغ توضیحی که قراره در موردش بدیم. این افزونه همونجوری که می‌بینید اینجا آخرین ورژنش 1528 عرضه شده و به یاست معروفه. یاست هم میخوننش، اما همونطور که می‌بینید 9,995,000 بار این افزونه دانلود شده. این عدد من امروز صبح چک کردم 9,994,000 بار خورده ای بود که از رنک 5 نمره 5 ستاره کاربران 4.7 گرفته. نویسندگان برجسته این افزونه آقای جوس دیوالک هستش و آقای بری کویج که آقای جوس دیوالک سرآمد این تیم و نویسنده اصلی این افزونه بسیار قدرتمند هستش. یه سری توی تب اینجا می‌بینید که در تب دیسکریپشن توضیحات کامل در مورد این افزونه داده شده، چگونگی کارش، امکاناتش، چگونگی تنظیمات بعضی از بخشاش، استفاده از HTAccess برای این افزونه، RSS و موارد دیگه که ما سعی می‌کنیم اینا رو توضیح بدیم. در قسمت اینستالیشن ما میتونیم طریق اینستال کردن این رو ببینیم که خودمون توضیح میدیم در موردش. 3 مرحله از اون رو آپلود میکنیم در دایرکتوری پلاگین های وردپرس، اون رو اکتیو میکنیم و کانفیگور میکنیم تنظیماتش. یه قسمت داره قسمت FAQ که این FAQ وصل میشه به سایت خود وردپرس یاست که
تمامی سوالاتی که پرتکرار بوده و مطرح شده در اینجا قابل رؤیت هستش و میتونید شما اون رو استفاده کنید در موردش. حالا مطالعه کنید، شاید سوالات شما در اون قسمت بوده باشه. حالا باز بشیم قسمت اسکرین شات، کاتالوگ و موارد دیگه هست که فعلا احتیاجی بهش نیست. ما در این قسمت این افزونه رو باید دانلود کنیم و این قسمتی که باز شد همونطور که می‌بینید به این شکل هست. ما رو باید دانلود کنیم و نصبش کنیم. این کارو ما قبلا کردیم، من دانلود کردم در صفحه اصلی قرار دادم. اما برای نصب این افزونه کافی بریم توی پنل وردپرس و در قسمت افزونه ها یه گزینه داریم به نام افزودن افزونه ها. همونطور که می‌بینید افزونه ما اینجا وجود داره. افزونه همون پلاگین هستش، اسم انگلیسیش پلاگینه، اسم فارسی افزونه. در قسمت بارگذاری یه گزینه آپلودر میاد برای ما که ما میتونیم با چوز فایل مورد نظر که من در دسکتاپ و وردپرس .zip هست رو انتخاب کنم و گزینه نصب بزنم. همونطور که میبینید فایل پلاگین های وردپرس .zip هستن و اکسترکت با زیپ میشن و افزونه رو برای من آپلود کرد. حالا از اون پرسید نصبش کنم یا نه، فعالش کنم یا نه فعالش کنم برای من و وارد مراحل نصب یعنی فعال سازی این افزونه میشه که بعد از فعال سازی میریم سراغ تنظیمات این افزونه قدرتمند. همونطور که میبینید توی این قسمت یک سایت خیلی زیبا و گرافیکی این آقای واریک هستن که سوالات پرتکرار هم توشون مطرح شده که حالا جلسات بعدی در مورد اینها هم صحبت خواهیم کرد. در اینجا میبینید که افزونه رو برای ما نصب کرده. این افزونه است وردپرس SEO که میگه قرمز پس زمینه، یعنی یه آپدیت جدید اومده که ما آپدیت قدیمی شو دانلود کردیم و حالا از همون استفاده می‌کنیم. فعلا یه وقتی نصب می‌کنید یک منو به این قسمت اضافه میشه به نام SEO و یک سری زیر منو داره که تنظیماتشه. در صفحه اصلی همونطور که می‌بینید امروز فقط میرسیم جلسه میرسیم که یه توضیحات تکمیلی کامل و بیشتر معرفی این پلاگین رو بهتون ارائه بدیم، ولی در قسمت بعد به تفصیل طریق کانفیگور کردن برای وبسایت شما رو بهتون توضیح خواهم داد. توی این صفحه اصلی این پلاگین چند تا گزینه که داریم، همون گزینه پیشخوان گزینه اصلیش هستش، گزینه اولش هستش. ما یک سری امکانات داریم از قبیل شروع تور که با این تور میتونید تمام این مراحل رو طی کنید به صورت ویزاردی و تنظیمات رو انجام بدید که حالا بعدا ما شروع میکنیم. بازگردانی تنظیمات اولی هم که فاکتور ریست هستش که ریست فاکتوری ستینگ هستش که این تنظیمات برمیگرده تنظیمات اولی هر کاری که شما کردین. در قسمت ردگیری میگه اجازه دادن به ردگیری داده های بینام این نصب از وردپرس. همونطور که می‌بینید اطلاعات فارسی میاد به خاطر ورژن فارسی بودن این افزونه است که اینجا خوش پشتیبانی میکنه. این تیک‌ها جزو تیکایی هستش که بهتر باشه و بتونه ردگیری کنه داده های بینام رو. در قسمت امنیت ما این تیک امنیت رو میذاریم تا موارد امنیتی به سایتمون اعمال بشه، موارد جزئی ترش هم جلوتر بررسی خواهد شد و غیر فعال کردن بخش تنظیمات جعبه داده وردپرس هم گزینه اصلی این موضوع افزونه است، موضوع امنیت این افزونه است. در قسمت ابزارهای وب مستر ما 3 تا بخش داریم برای معرفی سایتمون به این موتورهای بزرگ که گوگل، بینگ و الکسا هستن. الکسا که موتور رنگ‌دهیه و بینگ و خود گوگل برای ما بیشتر ملاکن که طبیعتا گوگل عظیم‌تری از سرچ ها و هدف ما برای SEO رو تشکیل میده. تا اینجای کار ما به معرفی این افزونه پرداختیم و در جلسات آینده شروع میکنیم سایت رو به که در گوگل وب مستر ثبت شده به این افزونه معرفی میکنیم و بررسی این بخش‌های مختلف میدیم که مهمترین و یکی از شلوغ‌ترین بخشاش عنوان‌ها و متاها هستش. میتونیم نقشه‌های XML سایت مپ براش بسازیم، پیوندها، RSS ها و موارد دیگه‌ای رو بررسی کنیم. در آخر ازتون دعوت میکنم که با ما همراه باشید و این فیلم های آموزشی برای پلاگین های مرتبط با SEO رو با ما دنبال کنید. اگر هم مایل بودید میتونید در دوره های ما که در تهران برگزار میشه توضیحات کاملش هم در این صفحه وجود داره شرکت کنید که یک سری تخفیفاتی تا قبل از 20 اردیبهشت یعنی ثبت نام تا قبل از 20 اردیبهشت بهش خورده که میتونید از اونها استفاده کنید. ممنون که وقتتون رو به من دادید. امیدوارم موفق باشید. خدا نگهدار.